بین موسی و حمید و احمد نفر چهارمی هم هست. کسی که قتل انجام داده؟ نفر چهارم دنبال واقعیتی بوده بین این سه نفر. چه سطحت پیام داد؟ آخر شب بود اومدم گاراژ دیدم مواد زده ولی حالیش بود داره چی میگه. چی میگفت؟ قضیه برای چند سال پیش بود. قرار بود اون شب همه چی تمام بشه. این همه پیغون فرستادی زر تو بزن. آدما به پرخوری میافتن روده گشاد میکنن، تو به گوخوری افتادی دهن گشاد کردی. آقام راست میگفت. ذات آدما رو بخوای بشناسی یه انگشت که بکشی میبینی از بیرون امام زادن از درون حروم زاده. 300 کیلو بارا موسی عباد داده، مرد باشه گردن بگیره، افت داره پشت سرش حرف باشه، صاببار هم پولشو میخواد همونی که بارا لو داده. معذب شدم، مرد اینجا فقط منم. قشنگ حرف میزنی و خفه شو خوب گوش کن. یا موسی این کارو میکنه جواب صاببار رو میده یا تو جاش تاوان بسیدی. مرگ این حرومزاده شره، چرا این کارو کردی؟ پای شهرش هستم. پای شرش هستم.